یک کارمند ریاست حفظ اجتماعی و نفقه شهر پنجکند که خویشاوند نزدیک معاون رئیس ولایت سوخت زینوره عظیمی بود، در پی بازپرسیش از جانب مقامات ضد کروپسیا خود را دور کشیده است. چند منبع از شهر پنجکند روز 16 ژانویه سال 2023 در صحبت با پایگاه خبری بامداد با تصدیق این خبر گفتند که حادثه روز 11 ژانویه رخ داده است. مقامات تا کنون به طور رسمی این حادثه را شرح ندادند، ولی بنا به اطلاع دریافتی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و کروپسیا در شهر پنجکند بر اساس نشانداد یک کارمند ریاست حفظ اجتماعی و نفقه شهر پنجکند یک مورد پولشویی 4 سال پیش در این اداره را آشکار می کند. در این معامله چند نفر گمانبر می شوند و در نهایت گناه به سر مرحوم بار می شود. چند روز قبل از مرگش مقامات ضد فساد او را پی هم برای بازپرسی دعوت کردند. بین مرحوم و مقامات چه گپ و گذار می گذرد به کسی معلوم نیست. تنها همین چیز معلوم است که مرحوم پیش از خودکشی مکتوب نوشته است که آن را مقامات پروکراتور از جیبش پیدا کردند. مرحوم شوهر خواهر معاون رئیس ولایت سوخت زینوره عظیمی می باشد. به گفته منبع‌های پایگاه خبری بامداد حالا تفتیشات ادامه دارد و 2 نفر از آنهایی را که نامشان در مکتوب ذکر شده است برای بازپرسی به مقامات بردند. یک همصحبت بامداد میگوید حادثه به این مانند چند سال پیش هم در پنجکند رخ داده بود. آن زمان رهبر فوند نفقه شهر هم از فشار مقامات خود را آویخته بود.